بینندگان عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و ما باز از قهرمانی و جوانمردی و دیارداری گذشتگان خویش میگوییم. مهمان برنامه ما هستند بهروز ذبیح‌الله، نامزد علم فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. شما را به برنامه خیر مقدم میگم. تشکر. در صحبت پیشی ما بابت داستان گوشتاس صحبت کردیم و تا جای آمدیم که در دوم نوبت هجوم ارجاسپ اسفندیار یعنی پسر گوشتاس به میدان آمد و توانست این هجوم را به پیروزی ایران زمین انجام بدهد. خب بعد از این حالت چگونه شد؟ یعنی اسفندیار چه قهرمانی های دیگر کرد و چگونه توانست سر تخت ایران بیاید؟ درست. متاسفانه به سر تخت نآمد. گوشتاس بسیار اسفندیار را فریب‌های زیاد داد و همین در مراتبه دوم که در کوهی که گفتیم در محاصره ارجاسپ افتاد و جاماسپ را به نزد اسفندیار فرستاد و یک از وعده‌اش این بود که اگر ایران زمین را نجات بدهی بعد از آن تخت و تاج پادشاهی را از آن تو خواهد بود. و اسفندیار آمد با فرزندانش. اول راضی نبود، اما وقتی فهمید که خواهرانش هما و بهافرید به اسارت ارجاسپ افتادند و بسیار پهلوانان و برادرانش در جنگ کشته شدند، برگشت آمد و با همون قدرتی که داشت، قدرت نظامی، آگاهی که داشت، توانایی که داشت، چون که اسفندیار دیگر یک نمود دیگری رستم است در تصویرش آنامه. فقط این اسفندیار لقبش رویینتن بود، صفت رویینتنی داشت، یعنی شکست ناپذیر. گفته می شود که هیچ تیره بر او تأثیرگذار نبوده است. در بدن اسفندیار با هر سلاحی که ضربه میزده است تأثیر نمیکرده است. این از خصوصیت های خاصی پهلوانی اسفندیار است که در دیگر نامداران شاهنامه همین صفت را مثلا فردوسی به دیگران نداده است. خب میگوید که خود آمدن اسفندیار یک روحیه نو به لشکر شکست خورده ایران زمین میدهد و فردوسی میگوید که چو شب شد چو آهرمنی کینه‌خواه، خروش جرس خواست از بارگاه، چو نوشازر و بهمن و مهرنوش، برفتند یک سر پر از جنگ و جوش. سپهبد سوی آسمان کرد روی، چون این گفت که داوری راست گوی، گریدون پیروز گردم به جنگ، کنم روی گیتی بر ارجاسپ تنگ، بخواهم از او کین لهراسپ شاه، همان کین چندین سری بیگناه. اسفندیار با فرزندانش نوشازر و بهمن و مهرنوش قصاص لهراسپ و دیگر پیروان دین زردشتی را از لشکر ارجاسپ میگیرد و با پیروزی دوباره برمیگردد نزد گوشتاس و قصه میکند حادثه‌ای که رخ داده است به گوشتاسپ پدرش. باز هم گوشتاسپ نیرنگ میکند و او این بار این شرط را که ذکر کردین، شرطی نوی در پیش اسفندیار میگذارد و شرطش میگوید که شرط این است که میگوید که اکنون ارجاسپ را شکست دادی، قصاص لهراسپ را گرفتی، از برادران را گرفتی، اما یک حادثه ننگین دیگر بر گردن ما ایرانیان باقی مانده است و آن در اسارت بودن خواهرانت هما و بهافرید است. و اگر این ننگ را از نام ایران پاک کنی و خواهرانت را آزاد کنی، آنگاه تخت پادشاهی را به شما می سپارم. و در شاهنامه چنین آمده است: بدو گفت گوشتاس که زورمند، تو شادانی و خواهرانت به بند، چو بر تخت بینند ما را نشست، چه گوید کسی کو بود زیر دست.
ما را میخندند. این شرم و ننگ کلان است. بگریم بر این ننگ تا زنده ام، به مغز اندرون آتش افکنده ام. به مردی شوی در دم اژدها، کنی خواهرانت ز ترکان رها. سپارم تو را تاج شاهنشهی، همان گنج بیرنج و تختی مهی. به هر حال اسفندیار برای اجرا کردن این هدف به این شرط هم نیاز نداشت، چون که ما گفتیم که او از بند از زندان فقط با احساس آزاد کردن خواهرانش دوباره به نبرد آمد و از این فتنه ها و مکرهایی که گشتاس پدرش در نسبت او میکرد آگاه بود و میدانست. اما آزاد کردن خواهرانش برای اسفندیار مهمتر از نشستن بر تخت شاهنشاهی بود. من فکر میکنم که به هیچ شرط اسفندیار حاضر بود که برای آزاد کردن آنها از اسارت دوباره به جنگ ارجاس برود. و از این به بعد در همینجا در داستانی نوی جداگانه شکل میگیرد در شاهنامه با نام هفت خان اسفندیار. یعنی هفت خان اسفندیار قصه حمله اسفندیار به توران برای تصرف رویندیج مرکز ارجاس را قصه میکند و شاید به یاد شنوندگان عزیز ما هفت خان رستم را به یاد بیارد که بسیار شباهت دارند و این نوع مرحله ها را فردوسی برای دو پهلوان در شاهنامه در نظر گرفته است، هم رستم و هم اسفندیار. رستم و اسفندیار. یعنی فردوسی در شاهنامه به دو کس بسیار دقت و توجه کلان داشته است و شخصیت آنها را بسیار برازنده می کند و اولینش رستم است. رستم بالاترین پهلوان و شخصیت است در ایران زمین که فردوسی بسیار او را دوست می دارد و در تمام نبردها او پیروز است. یک مرد خردمند است، قهرمان است، نگهبان ایران است. در این مرحله که حالا از نظر عقیدتی در بین ایرانیان اختلاف پیدا می شود بعد از ظهور دین زردوشت، اینجا فرقت این است که اسفندیار دیگر یک پهلوان ایرانی اما زردشتی است با عقیده زردشتی. در اینجا بین اسفندیار و رستم اختلاف است، چون رستم دین زردشتی را نپذیرفته است، چون رستم با کمک گشتاس در جنگ نآمد. سیستانی ها و زابل ها در این جنگ شرکت نکردند. این کینه بود که در دل گشتاس و اسفندیار باقی مانده بود. با یک شباهت دیگر است که اگر به یاد داشته باشید، ما در قصه هفت خان رستم گفتیم که وقتی رفت در ابتدا در مرزهای مازندران وقتی کاووس و بزرگان ایران در اسارت افتاده بودند برای آزاد کردن آنها رفت، یک دیو را اسیر گرفت و به او وعده داد که اگر شما راه رسیدن به کاووس و لشکر ایران را به من نشان دهید، من بعد از آزاد کردن آنها و تصرف مازندران شما را پادشاهی مازندران میکنم. همین نوع حادثه در هفت خان اسفندیار هم رخ میدهد. در جنگی که با ارجاس داشت، اسفندیار گرگسار سرلشکر ارجاس را به اسارت گرفت و او را نکشته بود. اکنون برای حمله به ایران اسفندیار از همین گرگسار استفاده میکند و میگد که وقتی در مرز توران که رسیدن 4 قدح می بر اون نوشاند و از گرگسار را گفت که اگر شما برای ما راه های نزدیک به رسیدن به ارجاس را نشان بدهی، من شما را بعد از پیروزی شاه توران زمین انتخاب میکنم یا تعیین میکنم. این هم یک شباهت است که در هفت خان اسفندیار وجود دارد و گرگسار راضی می شود و از 3 راه صحبت میکند. یکی راه بسیار طولانی است
و از وادی‌های آباد و شهرها و دهات و روستاهای آباد و سبز و خرم میگذرد، ولی خیلی طولانی است. یکی راهی کوتاه‌تر است که 2 ماهه راه است که کوه و دشت و بیابان از این گونه راه ها دارد. و سوم یک راهی است که 1 هفته راه است، ولی بسیار راه خطرناک و سهمگین است. و اسفندیار با همون بزرگی و غروری که داشت، محض همین کوتاه‌ترین راه را برای رسیدن به ارجاس انتخاب میکرد و در همین راه کوتاه 1 هفته اینا، یعنی 7 خانه اسفندیار حادثه ها رخ میدهند و او 7 مرحله را اسفندیار پس سر میگیرد. در مرحله اول که میروند، اسفندیار باز دوباره او را فرا میخواند، میگه که در روز اول چه حادثه با من رخ میدهد، با چه حادثه ما روبرو میشیم. بعد گرگسار میگه در مرحله اول یک جایی است که 2 تا گرگ نر و ماده هستند که مثل پیل از نظر جوسه مثل پیر هستند، مثل گراز دندان دارند، قدرتمند هستند که هیچ کس آنها را هنوز شکست نداده است، هیچ کس از شر آنها تا کنون در امان نبوده است و باید با همین 2 گرگ روبرو شویم. و اسفندیار در خان اول در حقیقت با این 2 گرگ روبرو می شود و آنها را با مهارتی که داشت نابود می کند. خب مرحله دوم شبیه با 7 خان رستم، جنگ با اژدها است. اونم بر روایت گرگسار معلومات می دهد و با اژدها جنگ می کند، اژدها را می کشد. سوم سیمرغ. سیمرغ در شاهنامه به 2 شکل تصویر می شود. اول اینکه یک شخصیتی زالزر سیمرغ این است که یک پرنده بسیار مهربان است و یک نماد ایران به حساب می رود و کسی است که زالزر را پرورش داده است، کلان کرده است و در روزهای سخت حامی ایرانیان است و رستم در هر لحظه از سیمرغ کمک میگیرد. زالزر هم از سیمرغ کمک میگیرد. اما در اینجا برعکس می شود نقش سیمرغ. در روایت های اسطوره های پیش از زردشتی سیمرغ یک رمزی خوب بود، اما در روایت های زردشت، قصه که زردشتی که شروع می شود، در اینجا برعکس سیمرغ یک مرغ وحشی است، بسیار خطرناک است که اسفندیار با او می جنگد. در خب قصه های جزئیاتش اگر قصه کنیم خودش را در درون یک صندوق او را میگذارند، اسفندیار را مسلح و لشکریانش برده در نزدیکی در زیر آشیان سیمرغ میمانند و فرار میکنند خودشان. بعد سیمرغ از بلندی میبیند صندوق را، میآید صندوق را میخواد باز میکند که اسفندیار شمشیر میکشد و سیمرغ را میکشد، نابود میکند و میگه جوجه هایش فرار میکنند از رانه. و بعد خان ششم از یک وادی که برف و بوران حادثه های طبیعی است. اینجا با تصویر سختی ها با طبیعت است، برخورد اسفندیار با طبیعت که او هم با مهارت. اینجا دیگر زیرکی و دانایی اسفندیار به نمایش گذاشته می شود که می تواند که همون سختی های حادثه های طبیعی، بوران و برف و شمال، هر حادثه که هست، از همین حادثه جان به سلامت ببرد، هم خود و هم لشکریانش را از این مرحله بیرون کشد. و در آخرین خانه که هست یک رود هولناک تصویر می شود. گرگسار را دعوت میکند با او 3 جام می می نوشاند، مست می شود و از او می پرسد که راه های گذشتن از این رودخانه را به او نشان دهد.
و گرگسار میگد که از این رود کسی عبور نکرده است مگر اینکه اگر به وعدت وفا کنی من یک کار جادویی است، وقتی من پایم را در این رودخانه بگذارم این رودخانه انا ایست میکند و شما با لشکریانت میگذارید از مجرای رودخانه با آن طرف. خلاصه این حادثه صورت میگیرد و اسفندیار از آخرین خان هم میگذرد ولی ما یک حادثه بسیار برعکس رخ میدهد. وقتی که گفتیم رستم در 7 خان خود وقتی وعده داد که وقتی که کاووس و لشکر ایران را از دیوهای مازندران آزاد کنم، انا به آن دیو وعده داده بود که تو را به تخت مازندران می‌نشانم. رستم به وعده‌اش وفا میکند اما اسفندیار وفا نمیکند. وقتی از رودخانه میگذرند با کمک گرگسار در بعد ختم خان 7 اولین کار میکند گرگسار را میکشد اسفندیار. این پارادوکس است که بین 7 خان رستم و 7 خان اسفندیار رخ میدهد. اکنون از این به بعد شروع میشود رزم برخورد مستقیم رستم با لشکر ارجاس و دیژ، اما روین دیژ. برخورد اسفندیار با اسفندیار با ارجاس که در یک دیژ بود. از این دیژ با نام روین دیژ خوانده می شود. بسیار دیژ مستحکم است و وارد شدن به او بسیار غیر ممکن و مشکل بوده است و در همین جا از همان حیله های رستمانه اسفندیار استفاده میکند برای وارد شدن. او یک چند در لباسی مثلا تاجران بازرگانان با گروه از لشکر وارد دیژ میشوند و بعد ارتباطش با خواهرانش پیدا میکند. همه کارهایی که مثلا در داستان بیژن و منیژه ما ذکر کردیم که رستم در همین شکل رفت واردی مثلا کاخ افراسیاب شد و با منیژه رابطه برقرار کردن و جای چاه بیژن را پیدا کردن. همه این راه را با تدبیر و با حیله پیدا کرد. عیناً به همین شباهت اسفندیار هم از همین حیله و تدبیر رستم استفاده میکند، وارد روین دیژ میشود و با خواهرانش با ارتباط برقرار میکند. خلاصه یک لحظه مناسب بلند میشوند و در کاخ ارجاس شورش به پا میشود و اینا همه را میکشند و دروازه ها را باز میکنند. قصر تسخیر ناپذیر ارجاس با کمک با زور و قدرت و مهارت و استعداد نظامی اسفندیار شکسته می شود و کاملا لشکر ارجاس تسلیم می شود. ارجاس هم کشته می شود و اسفندیار خواهرانش را آزاد کرده به ایران زمین برمیگردد. از خصوصیت های دیگر این داستان این است که محض در همین دوره است که ایران و توران بعد در زمان گشتاسپ متحد می شوند در زیر یک نظام، یک سیستم، یک دولت. همین اشاره در شاهنامه آمده است که در دیگر دوره ها نیست. یعنی که در همین زمان دیگر ایران از ایران توران اداره می شده است. بهترین. خوب استاد، همین 7 خان اسفندیار و 7 خان رستم برای چی همین از نگاه شما چرا فردوسی همین 2 قهرمان خویش را صاحب 7 خان کرد؟ او میتواند یکی را کم یکی را بیشتر کند. اینا یک رمزها و نمادهایی هستند که به هر حال بعد محققان اسطوره‌شناس اینا را بازگشایی کنند. چون رمزها در شاهنامه خیلی زیادند، از جمله همین 7 خان، از جمله مثلا سیمور، از جمله جایگاه دیو در شاهنامه،
معین مشخص است که مثلا دیو به معنی همان یک حیوان وحشی کلانجوسه نیست، چون در هر یک قصه و داستان در شکل‌های گوناگون ظهور کرده است. بنابراین وابسته به داستان‌هایی که صورت گرفته، اینا رمز و نمادهایی بودند که استفاده شدند و 7 خانم یعنی مرحله هایی که یک پهلوان، یک قهرمان سنجیده می شود، توانایی او را به نمایش می گذارند. هم رمزی در تمام دین ها مثل 7 بعضی رقم ها رمزهای خاص خودشان را دارند. اینا باید متخصصان معین کنند که در پیش از دین زردشت 7 در آیین‌های ما چی معنی داشت و در دین زردشت چی معنی پیدا کرد. مثلا 7 خان رستم البته از 7 خان اسفندیار با تفاوت خواهد پیدا کرد، چون که در اسفندیار یک قهرمان پهلوان زردشتی بود و هر دین برای رمز خاص خودش را دارد. اینها هم از نمادهای اسطوره ها و حادثه های تاریخی هستند. حتی در حادثه های تاریخی هم از همین رمزها، از رقمها، از تغییرابی شب روز، طبیعت، از همه اینها استفاده میکردن. همین کاری که انجام می شود یا جنگ است یا صلح است یا آبادکاری است یا شهرسازی است، در هر کار تالیه‌اش است، تولد فرزند، حتی پیشگویی میکردن. اینا از رمز راست هستند که خاصی جامعه های اولیه انسانی هستند و تا هنوز هم همین عادت انسان های اولیه در جامعه های معاصر و مدرن امروز هم بسیار عادت ها باقی مانده. نبرد به نفع اسفندیار انجام می‌یابد و او با خواهرانش به وطن برمیگردد و اما تخت پادشاهی را باز هم به دست نمیگیرد که در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. و قهرمانی اسفندیار البته دور و دراز است و ما آن را در یک صحبت نمیتوانیم گفتن. خوب، منتظر هستیم از آنی که با ما یک صحبت بسیار شیرین و شنیدنی داشتید. بینندگان عزیز، خاطر رسانی می‌کنیم که در صحبت ما بودند بهروز ذبیح‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون 7 خان اسفندیار. تا صحبت دیگر شاد بمانید.